من تحصیلات اولیه دینی رو به عنوان اعضای حزب نهضت اسلامی نزد پدرم قربان محمد رجب که یکی از اعضای حزب نهضت اسلامی میباشد آموختم. بعد از آن در سال 2003 توسط حزب نهضت اسلامی برای ادامه تحصیل و جمهوری اسلامی ایران سفر کردم. چون من اعضای حزب نهضت اسلامی بودم، مرا در دانشگاه جامعه مصطفی العالمیه قبول کردم. من در آنجا از سال 2003 تا 2013 تحصیلات خودم را ادامه دادم. سال 2013 از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان برگشتم و سال 2014 با صاحب نظر بهشتی که آن هم تحصیل کرده جامعه مصطفی بود فعالیت صاحبکاری خود را آغاز کردیم. صاحب نظر بهشتی از جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران مال و محصولات را میفرستاد و ما در جمهوری تاجیکستان در میان صاحبکاران اون مال و محصولات را به فروش میگذاشتیم. تقریبا اولهای ماه می سال 2020 صاحب نظر بهشتی به من زنگ زد که مبلغ $2,500 را به برادرش صاحب نظر محمد بدهم. صاحب نظر محمد به من زنگ زد که آن مبلغ را بگیرد. ما با هم در نزد رستوران استانبول واخوردیم و من مبلغ $2,500 را به صاحب نظر محمد دادم. این مبلغ از مبلغ‌های بوده است که محیدین کبیری و عبیف عبدالستار به صاحب نظر بهشتی دادند. آنها پیوسته بارهایشان را با همراه بارهای صاحب نظر بهشتی میفرستادند و ما آن را در میان صاحبکاران به فروش میگذاشتیم. بهشتی به کسانی که میگفت پول به آنها برسان میرساندند. مبلغ $2,500 را هم که من به برادری صاحب نظر بهشتی صاحب نظر محمد رساندم، بازخوری صاحب نظر بهشتی بود.